سلام و عرض ادب خدمت بیکارهای گلم. امیدوارم حال دلتون مثل اینجا خوب باشد و از گزند روزگار و بدیها در امان بوده باشد. امروز هم با آقای رابرت قبل از رفتن لایک، سابسکرایب و کامنت فراموش نشه. بریم به سراغ ویدیو. مارکوس سلام، حالت چطوره؟ اون چیه تو دستت؟ جوتبا. نه مارکوس، من بر نمیگردم. این سری هم برگردم میخوای یا بزنی یا غیب بشی یا حرکتی کنیم. من بر نمیگردم که دوباره یه بلایی سرم بیاری. گگیر جسلا. میدونستم باز میخوای بزنی مارکوس. این چیه این موقع شب؟ برو بگردم میاد. اسمش هم عجیبه. جوتتا وام میکنم. باشه دارم میرم. ببخشید. سلام، چطوری؟ این منم، اسمم تیموتیه، دلال شیرم. خب به خوشبختی و سلامتی. مارکوس تو شیر نمیخوای؟ من شیرهای 1% دارم، 3% دارم، همه چی دارم. تو کدومو میخوای؟ من یه گیف بر میدارم، جوتتا باز میکنم، یه کبریت میندازم توش که جوتت آتش بگیره که تو گوتت باز میکنم. منظورش همون به فارسی چیزی دیگه. آره دیگه، چون منم ازبکم، ترکی رو خیلی حرفاش متوجه میشم. گوت ما به ازبکی همون به جای گاف کاف میذاریم. یعنی یه چیزن تقریبا. سرا سلفچگان یه بند بدوی تو بودی که به جای 1% به من 3% فروختی. نظر من اینه که فرار کنی تیموتی. خب مشکلش چیه؟ رفیقتون چرا اینطوری میکنه؟ خب این اصلا خریدار نیست بابا. مارکوس آروم باش، چیزی نگفت که آروم باش. یه آلما یومورتا میخوره. آخ چون یه آلما یومورتا، من عاشق سیب زمینی تخم مرغم. چجوری میتونم این لطفه تو رو من جبران کنم ها؟ چی میخوای ازش مارکوس؟ رابرت این گرم ساق من دوست ندارم. خب میخوای چیکار کنی مارکوس؟ ازش شیر بگیر بجاش. نظرته؟ تو مگه شیر دوست نداری؟ دیسی دیر شب بخیر. خدا خیلی حرفاش من متوجه میشم. آخه ترکی حرف میزنم. بریم بعدی. برای چی اومدی فروشگاه پسر خوب؟ دنبال چی میگردی؟ کیف دستی زنان رابرت. چقدر مثل خودش حرف میزنه. اونا کیف دستی نیست، مطمئنی راجبش؟ خیلی رنگ بندیاش قشنگه رابرت. بابا باز کجا؟ آها پیدات کردم. داری به چی نگاه میکنی؟ من از این خوشم نمیاد رابرت. آره خدا، در سبک تبلیغشون هم خیلی خوبه. هم از این استفاده کرده و وایرال بشن و هم دیده بشن. آقا نافر. چرا؟ اینکه دم کردن زعفرون خیلی قشنگه که. شبیه داشت. شبیه داشت گفتنش خیلی خوبه. بابا باز پیداش نمی کنم. این کجا رفته دوباره؟ سلام، حالت چطوره؟ یه مشکلی پیش اومده رابرت. چی شده؟ چه مشکلی پیش اومده؟ من تو باک تویوتا کمرین شیر کمتر به 1% ریختم. برای چی باید تو ماشین؟ الان ما رو داری کجا میبری؟ میرم دشوری را. آفرین بیتون. بریم بعدی. هی من وقتی مامانم میگه برو سر کوچه نون بگیر. چی شدی مارکوس؟ حالت خوبه؟ رابرت کمک. باشه اومدم. هی مارکوس آروم باش، فقط بهم بگو مشکل چیه؟ مارکوس اینجوریه آخه، انگار مرغ سخاره شده است. فشارم افتاد رابرت. خدای من. هی مارکوس چرا داری تشنج میکنی؟ به من نگاه کن مارکوس، نفس عمیق بکش. آروم باش آروم. رابرت کمک. چی؟ فکر کنم هممون همینطوری باشه. مثلا به جای ما نون تو خونه میپزنن داخل خونه، ولی مثلا بابت یه چیزی میخوان بفرستن مغازه، برو اینو بیار اونو بیار، مثلا چای بیار، نمیدونم سیب زمینی بیار، اینو بیار. وای مامان، وای کمرم درد میکنه، وای خوابم میاد اصلا. ولی الان آدم پشیمونه. اون موقع کوچیک بودیم دیگه. بریم بعدی.
من این سنجو دوست ندارم. اینقدر دراماتیک نباش. من منظور چیه؟ اون که فقط یه سنگ معمولیه. رابرت شبیه داشابه. آره خدا این که میاد جلوی درون شبیه داشابه میگه خیلی خوب. خیلی خوب باشه درکت میکنم. میدونی چی؟ الان برات قایمش میکنم تا دیگه نتونی ببینیش. خوبه؟ هی کجا میری؟ میرم دشویی. هی چی کار داری میکنی؟ صبر کن. چی کار داری میکنی؟ از آتیش بیا بیرون. کمک. صبر کن. خدای من چقدر سنگینی. بیا نجاتت دادم. یا خدا هی این چی گیمی آخه؟ فکر نکنم با گوشه بشه بازی کرد. حالا چطوره؟ آسیبی که ندیدی؟ götüm yandı. götüm yandı Robert. yandı ama به ازبکی میگم یانده، یعنی آتش گرفت. یانده، یاندر. خیلی ازبکی با ترکی تقریبا فکر کنم 10% با هم دیگه یکی هن. مرسی. قابل تو نداشت. بریم بودی بعدی. خدای من هوا خیلی گرمه مارکوس. چرا ما رو آوردی اینجا؟ چرا ما اومدیم تو این جهنم؟ کجا داریم میریم؟ آزدامش رابرت. چی؟ منظورت چیه که کم حرف بزنم؟ محض رضای خدا مارکوس میشه جواب سوالمو بدی؟ یخ. بابا خب یه بارم به یه چیزی یخ نگو. مارکوس میشه بهم توضیح بدی چرا ما رو آوردی وسط این ناکج؟ هی چی شدی مارکوس؟ حالت خوبه؟ رابرت کمک. باشه اومدم. الان که دیدیم از این قسمت گرفته شده بود، اون که گفته بود وقتی مامانم میگم برو سر کوچه نون بیار. هی مارکوس آروم باش، فقط بهم بگو مشکل چیه؟ فشارم افتاد رابرت. خدای من. هی مارکوس چرا داری تشنج میکنی؟ به من نگاه کن مارکوس، نفس عمیق بکش. آروم باش، آروم. رابرت کمک. چی میخوای مارکوس؟ فقط بهم بگو که چی میخوای؟ چی حالتو بهتر میکنه؟ بگو تا برات فراهمش کنم. فقط ازت خواهش میکنم که خوب شو. چی میخوای مارکوس؟ بستنی دومینو. باشه قبوله. از این جهنم که رفتیم بیرون برات 10 تا بستنی دومینو میخرم با شیر کمچرب 1% که دوست داری. خوبه؟ هی آروم بلند شو. آروم. هی مارکوس مراقب باش. کجا داری میری؟ آی دادا. مارکوس رابرت کمک. مراقب. صداش از دور میاد. رابرت کمک. خیلی خوبه صداش ها. واقعا تو دوبله تو صدا گذاری واقعا اون حیث یک افغان میگم ما مردم ایران واقعا عالی هن تو این زمینه. خیلی خوبن ها. من هر سریال فیلمی خارجی میخوام ببینم کلا دوله ایرانی ها واقعا خوبن ها، بی نظیر. باش ای وای. مارکوس آی دادا. الان میام میگیرمت. راستی چه عجب تو این قسمت مؤدب بودی. دومینو گفته حرف زشت بزنه میام اونجا. هی اون حرفو نزن، زشته. تو بدون فوش دادنم خیلی بانمکی مارکوس. جزلره و افتخار دارم. منظورم این بود. خیلی بیادبی رابرت. بریم بعدی. خدای من. هی مارکوس چطوری؟ میدونی چیه من خیلی استرس دارم. میتونی مشکل خطرناکی پیش اومده رابرت. خیلی خوب. مشکلمون چیه؟ ای با موزیک میذارن خدای موزیک کپی رایت میگیره میترسه از اینا. دنبالم بیا. باشه حتما. اینجا هم با خودت بیار. خیلی خوب. این چیزه. فکر کنم واقعیت مجازی میگن، مجازی میگن. فکر کنم اونه. نه درسته؟ آهنگ نذاره تو رو خدا. خب مشکل الان که اون پسره رو دیدیم تو مغازه راه میرم دقیقا این خودش خدایی. بمون چیه؟ منه باخ. ننه باخ. باخ یعنی چی بچه ها بهم بگن تو کامنت ها. نمیدونستم رقصیدنم بلدی. خیلی یکی باحاله.
نظرت این چیه آهنگه شنگل نانای نانای. رابرت؟ باورم نمیشه خیلی خوب داری میرقصی. نانای. نظرت چیه رابرت؟ از کجا یادش گرفتی؟ خیلی باحال داری غر میدی. چی شد؟ چرا واسدی؟ نکن از من ناراحت شدی؟ حرف بدی زدم؟ رابرت götüme bakma. این باخما رو من نمیفهمم. باخما یعنی چی؟ لطفا بهم بگید. بریم بعدی. Oskole şumbuli, oskole daşşaq başı, çağı, zeşti, keçəli, oskole kutuleyi bedər, nəxor, daire şekli bişur. هی راجرسن. فکر کنم 7 نسل پدر و آبا و اجداد گذشتمونو حرفشون اجازت. اسکله پرشته کشله فلانه. پدران میگن معمولا فنگو بذار زمین. Pox yedim Robert. ببین مارکوس الان پخ یعنی اینو میفهمیدم قشنگ. ازت عذرخواهی هم کرد. بهتره که آشتی کنید رفقا. هیچ موقع مشکلاتونو با دعوا حل نکنید. به نظرم الان وقت بغل کردنه. هی منظورم این نبود که منو بغل کنید. منم بغل. خیلی خوب بیا. چقدر گوگلیه اون، چقدر گوگلیه اون یکی. تمساح کروکودیل فکر کنم. یاد مارکوس چی میخوای بهم بگی؟ Robert بهم بگو بره کنار میگیرم میکنم. آخرش خوندن میگیره. خوب شد کامل نبودیم بعدی. تمام شد متاسفانه تمام شد. کاش که بیشتر میفرستادن. ای خدا سینه درد شدم خدایی. نمیدونم چرا اینجوری وقتی میخندم کلا سینم درد میکنه آخر. امیدوارم از ویدیوی مارکوس چرا اینجوری اسمش مارکوس لذت برد. داودی بعد خدا یارو نگهدار شما عزیزان دل.